به نام خداوند مهربان، با عرض سلام و سپاس بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه بازشگب خوش آمدید. خبری که امروز شروع میکنیم این است که قرب دلار در بازار سیاه از مرز 8 سومانی گذشته است. یعنی در بازار سیاه دلار به 830 رسیده است که واقعا این خیلی زیاد است. اما بانک تاجیکستان اعلام میکند که دلار 7.20 است. یعنی حدوداً یک بین بازار سیاه و آنچه بانک ملی اعلام میکند بیش از یک دلار یک سومانی هست. ولی خیلی که پیشترها هم در این باره صحبت ها کردیم، واقعا این وضعیت روز به روز بحرانی شده ایستاده است، مشکلات زیادتر شده ایستاده است و بارها کارشناسان و حالدانان این ساحه گفته بودند که با زوری، با بستنی صرافی ها این مشکل حل نخواهد شد. برعکس ما با بستنی صرافی ها و با منع کردن، با جریمه کردن مشکل را می افزاییم. زیرا وقتی که صرافی ها خیلی که کارشناسان میگویند وقتی که صرافی ها بسته می شوند مردم میگذارند به بازار سیاه و خیلی که کارشناسی مسائل اقتصادی استاد حاج محمد عمر گفته بودند که وقتی در بازار سیاه اساس واهمه است، همون قدر واهمه زیاد شد همون قدر قرب دلار می افزاید، قرب پول ملی پایین میاد و خیلی که میدونیم باز این کارشناس هم میگوید که این بالاروی قرب دلار و پایین روی قرب ملی ادامه خواهد کرد. واقعا هم خیلی که خودی صراف ها و صاحبکاران خوب میدانند امروز تبادل اسعار را منحصر به بانک های ملی کردند، ولی وقتی که مردم به بانک ها می روند در اونجا اول بسیار با مشکل، اونجا قطار بسیار کلان است و همچنین در سر هر یک نفر 300 دلار معین کردند که یک نفر 300 دلار میتواند بخرد که واقعا این برای یک کشور، برای صاحبکاران یک چیزی کافی نیست و این باز بحران را بیشتر خواهد کرد. از این رو باز یک بار دیگر ما با همون خیلی که پیشتر گفتیم این مسائل اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی سیاسی با زور حل نمی شود. یگانه راه این است که با راه‌های طبیعی مثل اینکه صرافان رو بگذارند صرافی های خود رو بکنند و همچنین حکومت در برابر پایین روی قرب فکرهای جدی بکند، زیرا که میدونیم این وابسته نه به صرافی ها هست نه به بانک ملی است، بلکه این وابسته به مشکلاتی هست که ما مواجه هستیم. مهاجرین ما پول را کمتر میفرستند، حدوداً 4 برابر کمتر پول فرستادن سال گذشته و این که خودی روسیه در مشکلات و تحریم اقتصادی قرار دارد، واقعا این مشکل و بحران قرب ملی تأثیری روز افزون خواهد داشت. یکی از خبرهای دیگر این است که تشخیص روحی ایوان شرباکوف، اون سرباز روس که متهم به قتل شاعره جابیرو هست، تشخیص روحی این شخص تا هنوز انجام نشده است، ولی از گفتن که تشخیصش را و به ماهای دیگر تا ماهای فوریه ماه آینده تمدید کردند. ایوان شرباکوف دختری تاجیک شاعره جابیرو که متهم به قتل این دختر هست، وقتی که این مسئله برآمد اونها طرف روسیه گفتند که اون مشکلی روانی دارد و اون را فرستادن به روسیه تا اینکه در بیمارستان روحانی طبابت بیابد و نتیجه تشخیص روحی اون سبب می شود که در پرونده او بازبینی کرده شود یا پرونده اون را یعنی تأثیر خواهد داشت. واقعا یکی از کاربران رادیو آزادی در اینجا خیلی خوب گفته است که مثل همون تشخیصی که عمر علی نظرف اون
طفلی بیچاره 5 ماهه تاجیک که کشته که فوتید در بازداشتگاه و مردم هم و حتی کارشناسان روس هم توقع داشتن که تشخیصی بیماری یا تشخیص جسد عمر علی نظروف به فایده تاجیک ها نخواهد بود، به فایده برعکس به فایده روسیه حل خواهد شد که واقعا همون شد که گویا که عمر علی نظروف بیچاره خودش مریض بوده است، به اون هم از مادر جدا اگر کرده هم نمیشد گویا که فوت میکرده است که واقعا این رو پیش بینی شونده بود. و همچنین یکی از کاربران هم در مسئله تشخیص روحی ایوان شربکو، این قاتل، این متهم به قتل، هم چنین میگوید که پیش بینی می شود که به فایده او انجام می‌یابد. مثلا میگوید سعید میگوید که شربکو رو انیق دیوانه میبرورند، باقی مانده اش تشخیص گذارند که در آینده در کار می شود. یعنی اون سربازان دیگر که در تاجیکستان هستند اونها رو تشخیص بگذارانید که آیا در چه حالت روحی هستند تا اینکه مثل این مشکل پیدا شود، مثل این مشکل که پیدا شود اونها چیکار بکنن؟ پیشکی تشخیصی های پیشکی وجود داشته باشد و به فایده این و آن حل نشود. واقعا هم پیشنهاد ما این است که حکومت جمهوری تاجیکستان، جامعه شهروندی تاجیکستان باید سعی بکند که اون که متهم به قتل است به سزای اون عملش برسد، وگرنه همه فکر میکنند که خون تاجیک هیچ قدری ندارد و هر چیزی که نسبت خون تاجیک هست به قدر هست و هر کس به آسانی میتواند که خونی در مسئله خون تاجیک به توجهی بکند. مثل که در برعکس اون چیزی که در تاجیکستان رخ داد در ارمنستان هم چنین حادثه های رخ داد، ولی مردم ارمنستان حکومتش طلب کردن که با مجازات شدید روبرو بشود اون متهمان. و همچنین ما هم خواهش میکنیم که هرچی بیشتر هم حکومت و هم جامعه شهروندی سعی بکنند که خون تاجیک را حفظ بکنند و نگذارند که هر کس و هر انسان نسبت خون تاجیک به توجهی بکند و همین فکر بیاد که اگر تاجیک را میکشی با بهانه‌ای آسان میتوانید که از این اتهام خلاص بخورید. خبری دیگری که شیرین متاسفانه ادامه فشار بالای خانواده های فعالان سیاسی می باشد. پدری 66 ساله برادر باباجان قیوموف، فعال سیاسی و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بار دیگر دعوت شد یا به صحبت دعوت شد. بابای تقای مراد قیوموف که 6 ساله است و به گفته نزدیکانش هم گرفتاری بیماری دیل هست، چند روز هست که برای فعالیت‌های سیاسی فرزندش برادر باباجان قیومزاد مورد فشار قرار میگیرد و خود امروز چند بار اون را دعوت کردند، ولی اون به سبب اینکه مریض بود نتوانست که به دعوت اونها اجابت بکند. ولی در اخیر یک نفر به نام عبدالخالق که رقم تلفنش هم در سایت پیام هم گذاشته شد، اون این موی سفید 66 ساله را زنگ میزند و میگوید که به یک جای بیایند و اون موی سفید وقتی اونجا میرود از اونجا او رو گرفته به دوشنبه برای صحبت در ناخنک میبرند و بعدتر بستگان و نزدیکان بابای تقای مراد میفهمند که او در دوشنبه است. چه خیلی که برادران و بستگان این موی سفید 66 ساله به پیام گفتند که تا حال از او هیچ خبری نیست و تلفنی دستی که بابای تقای مراد در دست داشت اون هم فعلا فعال نیست. فشار بالای خانواده های فعالان سیاسی پدیده جدید در تاجیکستان است. برای این متاسفانه این وسیله فشاری از سرمیانگی تا حال در تاجیکستان
استفاده می شود، تا حال از اون کار گرفته می شود تا اینکه زبان مخالفین را ببندند، تا اینکه مخالفین از صحبت کردن و انتقاد از حکومت دست بکشند. خیلی که پیشتر می دونستیم خبر گزارش شده بود بستگان محیدین کبیری از جمله پدری 95 ساله او بابای تیرلا هم همراهی عمه 70 ساله و دیگر خشتبانش بازداشت شدند و بعد یک ثبت ویدیویی که واقعا در اونجا دیده می شود که در یک حالت ناگوار اونها را ثبت کردند و بعد اونها آزاد می شوند. بعد این حادثه فریدم هاوس از حکومت تاجیکستان خواست که این سازمان بین المللی حقوق بشر که در امریکا مستقر است از حکومت تاجیکستان خواست که به چنین اقدامهایش خاتمه بدهد. در این بیانیه‌ای که از طرف سازمان بین المللی فریدم هاوس خانه آزادی منتشر شد آمده است استفاده نزدیکان اعضای گروه های سیاسی همچون گروگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال میکند و سوی تحمل حکومت نسبت به دیگر اندیشه را نشان میدهد. سوی تحمل یعنی بی تحملی و درشتی حکومت نسبت به مخالفان سیاسی که از فشار و تعقیب در داخل گریخته به خارج رفتند و این را میگوید که چنین چیزها چنین سوی تعامل درشت حکومت نسبت به دیگر اندیشان را نشان میدهد. همچنین در این بیانیه آمده است که حکومت تاجیکستان باید تبعیض فعالان مخالفین و جامعه شهروندی حامیان حقوق بشر و اعضای خانواده های آنها را پایان بدهند. چند پیش روز 4 ینور یعنی 3 روز پیش همچنین بابای تیلا بابای 95 ساله محیدین کبیری میخواست که سفری به استانبول بکند تا اینکه نبیرگان خود را زیارت کند و همچنین برای مداوا میخواست که بیاید. اون را در فرودگاه باز داشتند و بعد چند باز فرستادند به فیض آباد که این عمل حکومت را بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی یک عمل ناجوانمردانه دونستند و گفتند که این مصطفی 95 ساله را به خاطر همچون گروگان استفاده کردن نگذاشتند که به بیرون از کشور برود و متاسفانه که این عمل یعنی فشار بالای نزدیکان و بستگان فعالان سیاسی که یک عملی عصری‌آمیانگی عقیماندگی هست و اینها در سالهای پیش میشد متاسفانه در تاجیکستان رایج است و حتی ما با بسیار از دوستان و رفیقانی که در دیگر کشورها هستند دولت‌های عربی و دیگر کشورهای خاورمیانه و همسایه ها آنها میگویند که هیچ ربطی وقتی که یک نفر در مخالف هست بالای آنها فشار آورده نمی شود، ولی وقتی که از تاجیکستان آنها فهمیدند بخصوص بازداشت پدر 95 ساله برای همگان برای جهانیان مایه تعجب بود و همه حیران شدند و برای همین سبب بود که در این عمل حکومت در خبرگزاری ها و رسانه های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و بازتاب گسترده پیدا کرد. خبر دیگری که هست این است که تاجیکستان در اینترپول در مقام اول میست، یعنی یکی از کشورهای پیشتاز هست که شهروندان خود را در پیگرد اینترپول قرار داده است. تاجیکستان که یک کشور خرده هست 160 تاجیک شهروند تاجیکستان را در پیگرد اینترپول قرار داده است. همچنان که خیتای چین که بیش از 1 میلیارد شهروند دارد اون هم حدوداً همین رقم را دارد. واقعا هم این جای سوال است که چرا تاجیکستان با این خورده با این که یک عدد کمی جمعیت دارد این عدد کلان را در اینترپول دارد و باید حکومتداران کشور از این پرسیده شوند که نخود در تاجیکستان 8 میلیونه
اینقدر عدد موردی پیگردی اینترپول قرار داده بشوند. همچنین خیلی که مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر گفتند که محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی که بعد انتخابات مارت سال 2015 از کشور بیرون رفت، اونم گفتن که ورقهای را آماده کردن برای اینترپول تا اینکه محیدین کبیری را به اینترپول بتین، ولی تا حال نام او در اینترپول، در سایت اینترپول وجود ندارد. ولی وقتی که میبینیم که هر کجایی که اون میرود و موردی تعقیب قرار میگیرد، دلالت از این میکند که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان همیشه در فکر آن است که فعالان سیاسی و آنهایی که از حکومت، از سیاست‌های حکومت انتقاد میگیرند، هرچند انتقادهای سازنده هم باشند، تحمل ندارد و همه رو به خاطر فعالیت‌های سیاسی به پیگرد اینترپول میدهد. و اینجا هم واقعا جای انصاف است که بگوییم که واقعا بعضی جنایتکاران، بعضی آنهایی که جرمی وزنین کردند باید در اینترپول باشند و این حق هر دولت هست، باید این باشد. ولی نباید فعالان سیاسی، آنهایی که تنها به خاطر انتقاد، به خاطر که عقیده های سیاسیشان مورد فشار مقامات تاجیکستان قرار میگیرند به اینترپول داده شوند. و دیگر خبری که هست این است که در رده‌بندی تازه فیفا فوتبال تاجیک هم پسترین مقام را در آسیای مرکزی و شوروی سابق دارد. واقعا خیلی که پیشتر هم گفتیم، فوتبال تاجیک با اینکه ملت تاجیک یک طبیعت ورزشگر دارد و جوانهای خیلی خوب دارد، ولی متاسفانه اون شرایط مناسب برای جوانان مهیا نشده است که فوتبال تاجیک به جایگاه اصلی خود برسد. خیلی که ما میدونیم در وقت شوروی تاجیکستان در آسیای مرکزی کمانده تاجیکستان پامیر اولین ها بود، ولی امروز میبینیم که تاجیکستان پسترین جایگاه در رده‌بندی فیفا رو دارد و این دلالت میکند که و به قریبی هم انتخابات برای رئیس فدراسیون فوتبال هم برگزار خواهد شد و امیدواریم که رهبری این فدراسیون یک شخص بیاید که واقعا مدیری خوب باشد، واقعا کسی باشد که از فوتبال خوبتر بفهمد و بتواند که فوتبال تاجیک را به آن جایگاهی که هست و سبب روحیه دهی جوانان هست و به سبب آبرومندی کشور هم خواهد شد، اون جایگاه خود را به اون جایگاهی مناسب خود برساند. وگرنه به این حدی که فعلا رستم امامعلی رهبریت این را دارد، در این 4 سالی که دیدیم که این فوتبال تاجیک پیشرفت نکرد، برعکس اون امیدهایی که کارشناسان تاجیک داشته بودند که در وقتی که رستم امامعلی به رهبری این فدراسیون تعیین شد، بسیاری از کارشناسان و بسیاری از دوستداران فوتبال به این باور بودند که فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، رستم امامعلی میتواند که با اون جایگاه دارد و با اون شرایطی که دارد و اون نفوذی که دارد میتواند که فوتبال تاجیک را جایگاهش را بالا برد. ولی متاسفانه نمیدونیم چی سبب است که فوتبال تاجیک تا حال در اون پایین‌ترین جایگاه در آسیای میانه قرار دارد. خبری که هست این است که رئیس جمهوری تاجیکستان 20 ینور همین ماه یک پیام به مجلس عالی که متشکل از مجلس ملی و مجلس نمایندگان است پیام خواهد داشت و موضوع این پیام این است که سمت‌های اساسی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان می باشد و امیدواریم که رئیس رهبری تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان بعد این سفری که از عربستان سعودی کرد، بعد این
واقعی که در تاجیکستان رخ داد، بعد این بحران‌های اقتصادی که ما مواجه هستیم و مسائل داغ تاجیکستان را در آنجا مطرح خواهد کرد و امیدوار هم هستیم که وعده بدهد که کی حکومت او خود او امال رحمان و حکومتش میتواند به مردم تاجیک پره برق را حتی در زمستان تأمین کند. یعنی یکی از مشکلات کلان هست و پیشترها وعده ها داده بودند که این مشکل را حل خواهند کرد ولی متاسفانه نشد و امیدواریم که یک وقت محدد چند سال است یا سالهای آینده است معین بکند که این مشکل را برطرف کرد، زیرا که این مشکل نه تنها زندگی مردم بیچاره رو به مشکل دچار خواهد کرد بلکه اقتصاد تاجیکستان و کارخانه‌های تاجیکستان ضربه شدید هم دارد. از همین خاطر امیدواریم که در این باره هم صحبت خواهد کرد و همچنین وضعیت سیاسی را بررسی خواهد کرد و نظرهای خود را آشکار و شفاف در مسائل داغ ابراز خواهد داشت و همچنین سمت‌های اساسی و سیاست‌های خارجی را که واقعا هم در این روزها بعضی مشکل‌ها رو برو است، همینی که با ایران به خاطر حضور محیدین کبیری در کنفرانس بین وحدت اسلامی مشکل ایجاد شد. امیدواریم که سمت‌های اساسی سیاست‌های خارجی را ابراز خواهد داشت و اون سیاست درهای باز را که داشت که واقعا یک خیلی خوبی بود و تاجیکستان هم با همه کشورها ابرقدرت یک توازن رو در رفتار رعایت میکند، این ادامه خواهد یافت. خبر دیگری که هست این با گذشت 5 ماه هنوز از سرنوشت محمد و قاسم جان ساکنان ناحیه کلاب که بازداشت شدند درک نیست. متاسفانه محمد سعیدی 25 ساله و قاسم جان کریمی 27 ساله که ساکنان شهر کلاب هستند و در دوشنبه اجاره نشین بدن، متاسفانه اونها یک گروه از آدم ها که با لباس های ملکی آمدن و خود را همچون مقامات معرفی کردند، اونها را بازداشت کردند و مادر اون و همسر اینها میگویند که تا حال از اونها خبری نیست. اگر جنایتکار هستند باید به جزایشان برسند، ولی نباید یک شهروند وقتی بازداشت می شود 5 ماه از او خبری نباشد که او در کجا است، در کدام سیزا است، در بازداشتگاه است، کشته شده است، کجا برده شده است. باید شهروندان این حق را دارند که بدانند که فرزندهایشان یا شوهرشان یا پدرشان در کجا هست. و ببینید که مادر محمد سعیدوف زیبانیسا تورانوف به آزادگان گفته است که لیکن 5 ماه می شود از پسرم خبری نیست. ما چند بار به مقامات انتظامی و امنیتی مراجعت کردیم تا بدونیم که پسرم در کجا است. من مادر هستم. ببین مادر تاجیک میگوید که من مادر هستم، باید دانم که فرزندم در کجا است و چه حال دارد. اما با ما پاسخ دادند که فرزندتان حالا در جستجو است. گفتن در جستجو است ولی از او خبری نیست. و این هم سوال است که اون گروهی که با لباس‌های ملی آمده بودند و خود را همچون پلیس معرفی کردند و اونها رو با خود بردن، اونها کی بودند؟ یعنی بسیار چیزهایی هست که باید واقعا و بستگان این دو شهروند تاجیکستان گفته شود و باید بدانند که اونها در کجا هستند تا اینکه واقعا این نقض‌های حقوق انسان در تاجیکستان که می‌بینیم خیلی زیاد هست، متاسفانه این روز تا روز می‌افزاید. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچگپ. تا بازدید آینده، خداحافظ.